طرف اومد از ما یه لپتاپ خرید، 100 میلیون تومان گذاشت پر جیبش و رفت. هنوز خودم باورم نمیشه. یه مشتری داشتیم، آشنای ما هم بود، تاجر فرش بود و خیلی پولدار بود. اردیبهشت اومد برای پسرش یه دونه سرفیس انتخاب کرد. پسر اصرار که من این سرفیس رو میخوام. بابا هم قبول کرد. پسر گفت آقا ما نقد پول میدیم. پدر وسط حرفش پرید و گفت نه داداش، ما قسطی می‌خریم. پسر آب شد رفت تو زمین. پدر گفت آقا تو یه چیزایی متوجه نمیشی. ما میتونیم 40 میلیون تومان پول پیش قسط بدیم، با بقیه‌اش بریم رو طلا سرمایه‌گذاری کنیم. امروز که آخرین چکش باز شد، یاد حرفش افتادم، رفتم فاکتورشو درآوردم. اون موقع که سرفیس پروتن رو از ما خرید 120 میلیون تومان، 40 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت ما داد. با حساب طلای اون روز که گرمی 6500 بود، رفت 18 گرم طلا خرید. امروز طلا گرمی 10.500. یه حساب 2 تا 4 تایی میشه 180 خورده میلیون تومان. اون 80 میلیون بقیه پول سرفیس رو که به صورت قسطی داد هیچ. الان اگه طلاشو بفروشه 100 میلیون ناقابل تو جیبشه. خلاصه پولدار هستی یا نیستی این مهم نیست. مهم اینه که میتونی محصولاتو از ما به صورت قسطی بخری، با بقیه پولش هر جا که دوست داشتی سرمایه‌گذاری کنی یا یه سود خوب بذاری تو جیبت. شما اگه دوست دارین محصولاتتون قسطی بخرین، به بایوی ما سر بزنین، لینک سایتمون اونجا هست، اطلاعات کامل هم توش هست.